مثل ستاره یه بار فایده نداره بخند مثل ستاره یه بار فایده نداره بخند مثل ستاره یه بار فایده نداره بخند مثل ستاره یه بار فایده نداره. بله بچه‌ها، به خاطر این بناهای تاریخی یه عالمه خارجی میاد تو اصفهان. به این آقای ژاپنی خوب نگاه کنید. ای داده بیداد، چند روز دنبال آدرس منار جنبون میکردم ولی همش منو میفرستن کرج. سلام آقا جاپونی. موشی موشی موشی. آقا جاپونی شنیدم که دنبال منار جنبونی، درسته؟ موشی داداش تا اینجا چه درست اومدی؟ الباقی شاهین بره. موشی میگم آقا جاپونی ببخشید از این برش این اصفهانی خیلی بد آدرس میدن، فقط بیان ژاپن دارن. میگم چقدر آشناست. میگم آقا جاپونی که بورا؟ کدوم بورا؟ همین بورا. آقا جاپونی موشی گوشی شوخی بسه. میگم آقا جاپونی همچی بگی نگه ازت خوش آمده. این جانب بنار جمهور هستم. چه جانب دستات تکون خورد. ویژگی منار جمهور تو اصفهان همینه، دست بزنیم تکون میخوره. میخوایم بریم شهر اصفهان و بقیه بناهای تاریخی اصفهان هم ببینیم. اما با چی؟ با درشکه. آخ جون درشکه. دستامو کرد ماشالله. آهای 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 بچه ها از ما نشین جدا توی راه. اگه میخوای هنر رو ببینی، جواهر و گوهر رو ببینی، آدمای خوب و صمیمی، خونه های نو و قدیمی، باید به اصفهان رفت، به اون نصف جهون رفت، با یه چهره ستون رفت، سوی نقش جهون رفت، سوی نقش جهون رفت. گل خاجو میریم همگی، عالی قاپو میریم همگی، 33 رو ببین تو قشنگ مثل بچه های زبر و زرنگ. هموم شیخ بهایی عزیز داره عجب صفایی عزیز. قرآن باشه خدایا زاینده روح زیبا، دوست داری دنیا مثل جهون زیبا، مثل جهون زیبا. سفرمون تو استان اصفهان به پایان رسید. میخوایم